خیلی جا رفتی؟ آره. بله. طولانی ترین مسیری که با دوچرخت رفتی کجا بوده؟ گردن ایران. گردنه ایران. حیران. بله. اون قرمزه که داره قرمز میشه مسیریه که شما رفتین. از قم رفته عراق. همین جوری رو نقشش 2-3 دقیقه طول میکشه نشون بدی. قم، عراق، همدان، سنندج، پاوه، مریوان، بانه. از بانه تا ارومیه خیلی طولانی بود. ارومیه برو بالا بیا بابا، چالدوران، بازرگان، پلدشت، جلفا، پارساباد. یه دور ایران زدی؟ بابا بی خیال. آستارا، اردبیل، محمود آباد، تهران، قم. ماشاءالله. حالا به یارو میگن با هواپیما میری؟ حالشو ندارم.